درود. امروز جمعه 13 نوامبر است و در این ساعت شما آخرین تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما در روی موج رادیو مهاجر میشنوید. نماینده تاجیکستان در یک آزمون زیبایی در فدراسیون مهاجران روسیه تشکیل کرده است خالی آمد. هیئت داوران نماینده تاجیکستان فاطمه کالندارова را زیباترین دختر مهاجر در میس فیمر اعتراف کردند. فاطمه کالندارова در روسیه به دنیا آمده است اما تاریخ و عنعنه‌های خلق تاجیک را حفظ کرده است. فاطمه که در آزمون زیبایی تاجیکستان با نمایش سر و لباس ملی تاجیکانه عنعنه‌ها و رسم تاجیکانه را معرفی کرد و غالبیت را به دست آورد. من با خرسندی فرهنگ بی‌پایان وطن خود را توسط صنعت معرفی میکنم، نوشته است فاطمه درباره خود هنگام درخواست برای اجرای شرکت در آزمون. دیانا باگیدی نماینده جمهوری تو از روسیه در نامیناسیون نایب میز خالی آمده است اما اکثریت آوازها را کاربران به یک مهاجر دختر قرقیزستانی کامیلا پولاتبک وصایت دادند. و به عنوان میز انتخاب مردم سزاوار دانسته شده است. یادآور می‌شویم که بیش از 200 نفر جوان دختران از قرقیزستان، تاجیکستان، قزاقستان، روسیه، اوکراین، مولداوا، ازبکستان، ترکمنستان و افغانستان برای شرکت در آزمون درخواست پیشنهاد کرده بودند. آوازدهی در سامانه فدراسیون مهاجران روسیه 3 هفته دوام کرد و در 3 هفته در 3 مرحله انجام یافت. 10 نفر شرکت کنندگان با اکثریت آوازها به دور فینالی برآمدند. اینها معرفی کنندگان از تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و جمهوری توبه روسیه بودند. مرحله نهایی آزمون 12 نوامبر برگزار شد. در دور جنبستی هیئت داوران با برتری‌های زیاد با یک آواز فاطمه را که در این آزمون تاجیکستان را نمایندگی کرده بود خالف دانستند. هدف چنین چاره‌بینی‌ها تحکیم رابطه‌ها بین ملت‌ها و تشکل مناسبت‌های نیک همسایگی بین خلق‌های مختلف مقیم روسیه عنوان گرفته است. موضوع دیگر و شما خبرهای این ساعت روز رو میشنوید. در مسکو محدودیت‌های نو با سبب پیدایش کرونا ویروس نو کووید 19 احتمال پیدا می‌کند. تدبیرها پیش از همه به دانشجویان و تاجران تاثیر می‌رسانند. آمار بر زیاد شدن بیماری کووید 19 را مقامات مجبورند که برای 2 ماه دیگر تمدید کنند. تا نیمه‌های ماه ینور دانشجویان دانشگاه‌ها و کالج‌های طبی شهر مسکو به کار فاصله می‌روند. مجموعه بزرگ محدودکنی‌ها و تجارت نیز دخل دارد. سرگی سبیان شهردار مسکو همچنین در این فرمان خود برگزاری همه چاره‌بینی‌های فراغتی را در این دوره منع کرده است. حتی مأموریت شهرداری مسکو به طور رسمی از لغو گردیدن برگزاری جشنواره سال نو میلادی خبر دادند. حالا قهوه‌خانه‌ها، طرفخانه‌ها و مرکزهای دلخوشی شبانه در مسکو موظف گردیدند که فعالیت خود را از ساعت 23 شب تا 6 صبح باز دارند. محدودیت‌های نوی جاری گردیده را کارشناسان ضربه علاوگی به اعصاب کاران می‌دانند اما مأموریت شهرداری مسکو گفتند که بجز از این دیگر چاره‌ای ندارند. افزایش زیادشوی گرفتاری به کرونا ویروس در حدود شهر مسکو به این سبب گردیده است. حالا برای شماره کت‌های علاوگی در بیمارخانه‌های حدود مسکو زیاد کردن مقامات چاره‌های علاوگی را اندیشیده ایستادند. قبلا شهردار پایتخت روسیه سرگی سبیانین استثنا نمی‌کرد که پس از 2-3 هفته مقامات مسئله محدودیت‌های نو را بررسی خواهند کرد و انتظار است که در این مدت وضع به اعتدال می‌آید. ولی سیاستشناسان حدس می‌زنند که اگر هنگام برگزاری تجلیل سال نو میلادی چاره‌های اپیدمیولوژی در سطح ضروری رعایت نگردد پس از زیاد گردیدن حالت‌های کووید 19 را می‌توانیم بعد از سال نو میلادی انتظار شویم. نشر خبری را مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید. در ایستگاه‌های مترو مسکو سیستم شناخت چهره مسافران را از دوره سنجشی می‌گذرانند و سال آینده مسکو برای آغاز یکی از اولین‌ها نرخ‌های بیومتری را در جهان راه‌اندازی می‌کند. در سال 2021 در مسکو لایحه آزمایشی نرخنامه‌های بیومتری مترو آغاز می‌شوند. در این باره دفتر مطبوعات ریاست نقلیات و رشد انفراستراکچور راه و نقلیات کمیونیکاسیونی پایتخت روسیه خبر می‌دهد. البته آمادگی به تطبیق شکل نو پرداخت راهگیرها ادامه دارد. سیستم شناخت چهره در ایستگاه‌های متروهای مسکو نصب گردیده‌اند. انتظار می‌رود که شبکه‌های بیومتری به مسافران توسط سریع‌تر کردن گردش آدمان در نزد درآمدگاه‌ها به مسافران کمک خواهند کرد. همچنین لایحه تجربوی سطح بی‌خطری و راحتی متروپولیتن را
می‌پردازد پس از آنکه سیستم نظارت ویدئویی مترو مسکو عبارت از 5000 کامرا با تکنولوژی‌های پرداخت بیومتری اضافه کرده شد، ممکن است نوبت‌ها در نزد گذرگاه‌های نظارتی خود تورنیکت‌ها باقی نماند. لایحه پرداخت چیپ بیومتری در اساس تکنولوژی ویزل لابز تهیه شده است. پلتفرم شناخت چهره آن علاقه برای شناخت‌های آدمان در وقت واقعی در روسیه و دیگر کشورهای جهان فعالانه استفاده برده می‌شود. برای پرداخت پول راه به مسافران لازم می‌آید که به تلفن خود یک برنامه موبیلی را زیرکشی نموده از یک ریجه کوتاهی به قیدگیری گذارند، در روی خود سلفی گیرند و معلومات کارت بانکی خود را درج سازند. تکنولوژی ویژن لابز تصویر گرفته شده روی را با دسکریپتور بیومتری رقم گذاری می‌کند. سیستم پرداخت دسکریپتور رقمی قبول شده را با کارت بانکی پیوست می‌کند و راه مسافر به ایستگاه مترو باز می‌گردد. گفته است دمیتری مارکوف، یک از تهیه‌گران لایحه. حالا پرداخت راهروی مترو مسکو با کارت ترویکا و دیگر کارت‌های اجتماعی برآورده شده است. در روسیه میمانیم و خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را در این روز شما مستقیما میشنوید. بهترین نمایشنامه‌های تئاترهای روسی زبان خارجی‌های نزدیک را تماشاگران در مسکو در دایره فستیوال دوم تئاترهای خارجی روسیه که از 16 تا 22 نوامبر برگزار می‌شوند خواهند دید. خبر می‌دهد خدمات مربوط جشنواره. لایحه از نام وزارت فرهنگ روسیه با دستگیر روسکنسرت عملی کرده می‌شود. نمایش‌های جشنواره در صحنه‌های دو تئاتر مسکو ات ستیرا و ساورمینیک برگزار می شود. همچنین بار اول نمایش‌های تئاترهای روسیه در خارج دیروز و امروز گشوده می شود که به تاریخ رشد تئاترهای روسیه و بیرون از روسیه معاصر بخشیده شده است. این نمایش از عکس‌ها و موضوع تاریخی در بایگانی تئاتر جمع‌آوری شده در طول فستیوال به تماشاگران دسترس خواهد شد. روز 16 نوامبر همچنین میز مدور در موضوع همکاری‌های بین‌المللی حالت و دورنمای رشد تئاترهای خارجی روسیه برگزار می‌شود و بعداً نمایش افتتاحی جشنواره آغاز می‌گردد. در این جشنواره 6 تئاتر کشورهای خارجی اشتراکی خود را تصدیق کردند که اینها نمایندگان تئاترهای کسبی از ابخازستان، بلاروس، قزاقستان، مولداوا، تاجیکستان و ازبکستان میباشند. و در آخر نشر خبری نیز یک خبر دیگر نیز است که به نارسایی قوای کوری ماجرا در روسیه ربط دارد. نارسایی قوای کوری در ساختمان‌های روسیه از 40 به 50% رسید. این معلومات تهیه‌گران است که مجله فوربس با آنها گفتگو کرده است. با سبب بسته بودن مرزها ماجرا نمی‌توانند به روسیه آیند. در این زمینه مزد معینت کارگران به طور رکوردی می‌افزاید. طبق معلومات پورتال سوپرجاب پیشنهاد مزد میانه بازار در طول سال 6 درجه افزایش یافته است. حالا برای کار در ساختمان‌های مسکو ماهی از 150,000 روبل تا 160,000 روبل برای کارگران، 100 تا 150,000 روبل برای استادهای برق و برای متخصصان سطح میانه در کارهای ساختمانی دیگر از 70 تا 80,000 روبل ماهانه پیشنهاد می‌گردد. اما با وجود زیاد شدن معاش ساختمانچیان، شهروندان روسیه خاصتا مسکوی‌ها برای کار در میدان‌های ساختمان معین نیستند. کاردهان نیز در قبول کارگران خارجی برتری می‌دهند، چون به گفته ناتالیا گالانووا رهبر مرکز تحقیقات پورتال سوپرجاب از کار انجام داده مهاجران مهنتی کاردهندگان بیشتر فایده به دست می‌آورد. متخصص بازار مهنت روسیه مثال می‌آورد که مهاجران اکثر وقت به حجت کار می‌کنند که برای این کاردهنده اندازه نمی‌سپارد. همچنان نظر به 8 ساعت کاری مقرر گردیده که شهروندان روسیه از این زیاد کار نمی‌کنند. مهاجران مهنتی از 11 تا 15 ساعت کار می‌کنند که چنین جنبه‌ها به جیب کاردهندگان فایده بیشتر را از حساب مهاجران مهنتی می‌آورد. از این رو کاردهندگان بخش ساختمانی هوسمندند که بیشتر مهاجران مهنتی را به کار جلب کنند. ماه ایول سال روان وزارت ساختمان نارسایی بینوکاران از خارج نزدیک را رسما تصدیق کرد. موافق معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه در آخر ماه سپتامبر شماره خارجیانی که امسال در روسیه کار می‌کنند تقریبا 1,800,000 نفر را
در بر میگیرند. این رقم در مقایسه با سال گذشته قریب 25% کاهش یافته است. معاون وزیر ساختمان روسیه نیکیتا ستاسچین در آخر ماه اکتبر گفت که حکومت امکان اجازه دادن شرکت‌های بزرگ ساختمانی را طبق رویخط‌ها از کشورهای اتحادیه دولت‌ها مستقل مهاجران را برای کار به روسیه آوردن بررسی می‌کنند. آخرین خبرهای روز را مستقیما روی موج رادیو مهاجر شنیدید. سلامت باشید.